سلام به دانش آموزان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. علیرضا ترابی هستم با قسمت دوم از مجموعه ویدیوهای پیش نیازهای سال دهم در خدمت شما. جلسه قبلی اگر خاطرتون باشه ما در مورد اتحادها و تجزیه قرار بود صحبت کنیم. اتحادها رو معرفی کردیم، ساده کردن رو گفتیم، اما تجزیه کردنش به قسمت دوم یعنی این جلسه موکول شد. خب تجزیه کردن یه کوچولو نیاز به دقت بیشتری داره. قراره سمت راست عبارت رو به ما بدن و سمت چپ رو از ما بخوان. خب من چطوری وقتی یه عبارتی به من میدن به این صورت هر کدومش رو چطوری بفهمم از کدوم اتحاد باید اینو تجزیه کنم؟ خب ببینید، اولین چیزی که باید دقت کنین تعداد جملاتیه که ما داریم. اگر من اینجا دقت کنم الان توی اتحادها اتحاد اول من چند تا جمله داره؟ یه دونه، دو تا و سه تا. پس اتحاد مربع دو جمله‌ای در واقع سه جمله بر من تولید میکنه. یعنی اگر سه تا جمله به من دادن گفتن تجزیهش کن، یعنی این سمت چپیه رو بنویس، شاید بتونم از اتحاد مربع استفاده کنم. خب اتحاد جمله مشترک چطور؟ جمله مشترک هم یکی، دو تا و اینم سه جمله است. پس اگر سه جمله بود میتونه اتحاد مربع باشه یا اتحاد جمله مشترک. اما اگر عبارت من فقط شامل دو تا جمله باشه دیگه این احتمال زیاد میتونم بگم این اتحاد چیه؟ مزدوجه. خب پس برمیگردم اینجا میگم خب این چند جمله است؟ یک، دو، سه جمله. بنابراین یا اتحاد مربع باید استفاده کنم یا جمله مشترک. خب اگر خاطرتونم باشه من گفتم که میتونیم کلا از این به بعد فقط از اتحاد جمله مشترک استفاده کنیم. مربع رو میتونیم بگیم حالت خاصی از جمله مشترکه، ولی خب به هر حال جاهایی هست که نیاز مستقیما من مربع رو بنویسم سرعت کار من بیشتر میشه. خب از کجا بفهمم وقتی سه جمله است اتحاد مربع برم یا جمله مشترک؟ خب اینجا باید دقت کنیم به نوع جملات. ببینید در اتحاد مربع من یه جمله اول و یه جمله آخر دارم که توان چی گرفتن؟ توان دو گرفتن. خب آیا من میتونم اینجا دو تا جمله پیدا کنم که یه چیزی بوده باشن به توان دو؟ مثلا چی بوده به توان دو شده x2؟ خب این x بوده، مشخصه. اینجا چی بوده به توان دو شده 25؟ 5 بوده به توان دو شده چی؟ 25. خب حالا که این x بوده این 5 بوده دیگه این 100% مربعه. وسطیش هم باید چک کنم آیا دو برابر اولی در دومی میشه جمله وسط؟ خب 2 ضرب در x میشه 2x ضرب در 5 میشه 10x. بنابراین 100% این از اتحاد چیه؟ مربع دو جمله. حالا دقت کنید جمله وسطتون اگه مثبت بود اینجا مثبت بذارید، اگه منفی بود چی میذارین؟ منفی میذارید. پس یه پرانتز باز میکنم، جمله اولم x، بعد چون اینجا مثبته اینجا مثبت میذارم و جمله دومم چیه؟ 5. توان دوش هم یادتون نره. بنابراین تو نوشتن جواب کارمون ساده تره، ولی همین فرآیند پیدا کردنش که از کدوم اتحاد باید بریم یه کوچولو نیاز به دقت داره. بریم سراغ عبارت بعدی. بازم من سه جمله دارم. خب آیا بازم میتونم بگم مربع؟ بله شاید مربع باشه. چک کنیم چی بوده به توان دو شده x2؟ x بوده. چی بوده به توان دو شده 16؟ 4 بوده. آیا میتونم بگم 2 ضرب در x ضرب در 4 میشه 10x؟ نه. اینجاست که اهمیت جمله وسط مشخص میشه. یعنی من اگه جمله وسط رو چک نمی کردم می نوشتم x به علاوه 4 به توان 2. این اشتباهه. بنابراین میرم سراغ اتحاد چی؟ اتحاد جمله مشترک. به طور کلی بچه‌ها اگر جمله آخرتون چیزی به توان 2 نشد یا جمله وسط درست نشد یا جمله آخر منفی باشه ما 100% باید از اتحاد جمله مشترک بریم، دیگه نمیتونیم از مربع استفاده کنیم. خب حالا میخوام از جمله مشترک استفاده کنم. جمله مشترکش که خب راحته، این x بوده به توان 2. اما خب دو تا عدد من باید پیدا کنم به جای a و b، جمعشون وسط ضربشون آخر. اینجا بنویسم جمعشون وسط ضربشون آخر. پس من میام اینجا دنبال دو تا عددم که چه اتفاقی بیفته؟ جمعشون بشه 10 ضربشون بشه 16. ببینید از رو ضرب سعی کنید پیدا کنید. خب من چه عددی ضربش رو دارم که بشه 16؟ یه 16 تا 16 تا، ولی هیچ جوره جمع و تفریقش 10 نمیشه.
2 8 16 تا، خب جمعش هم میشه 10. خب چقدر خوب. پس یکی رو 8 میگیرم، یکی رو چی میگیرم؟ 2 میگیرم. پس بنابراین میشه x به علاوه 8 x به علاوه 2. پس یه بار دیگه دقت کنید، جمعشون وسطی، ضربشون آخری. خب برم سراغ عبارت بعدی. این چند تا جمله داره؟ 2 تا. خب پس دیگه من نمیتونم بگم مربع یا جمله مشترک، فقط چی میتونه باشه؟ مزدوج. مزدوج خیلی راحته. چی بوده به توان 2 اولی پیدا میشه، این چی بوده به توان 2 دومی پیدا میشه. یه بار جمعشون، یه بار ضربشون، یه بار در واقع تفریقشون. خب حالا من اینجا بیام چک کنم چه چیزی به توان 2 میشه 4x2. خب چی به توان 2 میشه 4؟ 2. چی به توان 2 میشه x2؟ x. عدد اینجا هم چه عددی بوده به توان 2 شده؟ 1/4. آفرین، 1/2. خب پس یه بار 2x به علاوه 1/2 و یه بار 2x منهای 1/2. این هم از عبارت بعدی. بریم سراغ در واقع عبارت بعدی. x2 منهای x منهای c. 3 جمله داره، پس احتمالاً یا مربع باشه یا جمله مشترک. خب چی بوده به توان 2 شده x2؟ x. چیزی به توان 2 دارم که بشه منفی c؟ نه، نمیتونم اینطور بنویسم. پس میگم دیگه این از اتحاد مربع نیست، میرم سراغ جمله مشترک. خب جمله مشترک چی میگفت بچه‌ها؟ میگفت باید وسطی جمعشون آخری ضربشون. آقا وسطی که چیزی نیست. وقتی دیدین عددی نداره یعنی عددش چنده؟ 1. علامتش هم دقت کنید منفی. خب ضربشون میخواد بشه منفی 30، جمعشون میخواد بشه منفی 1. گفتم برید سراغ ضرب. مثلا یه 30 تا میشه 30 تا، ولی هیچ جوره 30 با 1 نه جمع نه تفریقش 1 درست نمیشه. خب برم یکم 1 رو بیشتر کنم، 2 15 تا میشه 30 تا، ولی 2 با 15 هیچ جوره جمع و تفریقش 1 نمیشه. چند بگیریم؟ 5 6 تا. 5 و 6 رو میگیریم. خب 5 6 تا میشه 30 تا. خب حالا اینجا من اگه اینا رو جمع کنم میشه 11، ولی این شده منفی 1. خب ببینید بچه‌ها، چون اینجا ضرب علامتش منفیه، یعنی یکی از اینا باید علامتش مثبت و دیگری چی باشه؟ منفی باشه که ضربشون منفی تولید بشه دیگه. وقتی ضربشون منفی بشه یعنی هم علامت نیستن. خب کدومو منفی بگیرم کدومو مثبت؟ همیشه حواستون باشه علامت وسط علامت عدد بزرگتره. یعنی علامت 6 اینجا چنده؟ چیه؟ منفی. علامت 5 چیه؟ مثبت. بنابراین میشه x منهای 6 و x به علاوه 5. الان چک کنید. 5 6 تا 30 تا، 5 با منفی 6 چند؟ منفی 1. این هم از این عبارت اینجا. خب اما دوتای بعدی رو هم با هم بررسی کنیم. ببینید تو این دو مورد بعدی چیزی که باید دقت کنیم اینه که اینجا من الان بخوام اتحاد بزنم نمیتونم، چون توان 3 داره. اول باید چیکار کنم؟ فاکتور بگیرم. بچه‌ها به عنوان یه نکته همیشه حواستون باشه اگر بتوانیم فاکتور گیری کنیم حتما باید ابتدا این کار را انجام دهیم. این رو به عنوان یک نکته حواستون باشه. یعنی اگر میتونیم حتما اول فاکتور بگیریم. خب الان بین اینا همه چی مشترک داره؟ یه دونه x. خب پس میشه x2 به علاوه 7x به علاوه 12. خب حالا x رو که مینویسم، حالا اینو میتونم باز اتحاد بزنم. چه اتحادی بزنم؟ آفرین، جمله مشترک. چه عددی ضربش میشه 12 جمعش میشه 7؟ 3 و چند؟ 4. پس میشه x به علاوه 3 و x به علاوه 4. اینم از این. خب اینم به عنوان تمرین تو خونه حل کنید. امیدوارم که از مطالب این جلسه هم استفاده کرده باشید.